سپتامبر سه شهروند تاجیکستان در مرکز شهر نوسیبیرسک روسیه در درون ماشین زنده به زنده سوختند. بنا به اطلاع رسمی تخمینا ساعت 6 صبح ماشین تمغه فولکسواگن پولو هنگام حرکت از طرف پول دیمیتروف به سمت شورای وکزالنایا در نزد بنای رقم 2 در کوچه دپوتاتسکایا به ستون چراغ برخورده است. در نتیجه ماشین آتش گرفته است و هر سه نفری که در داخل ماشین بودند راننده و دو مسافرش زنده به زنده سوخته‌اند. بنا به اطلاع ولادیسلاو ساوچنکوف نماینده بخش اطلاعاتی گبدده پلیس روح نوسیبیرسک تنها بعد پوره فرو نشاندن آتش توانستند جسدهای الکه سوخته این سه نفر را بیرون بیارند. هر سه قربانی این صدمه مدهش در مرکز نوسیبیرسک شهروندان تاجیکستان بودند. اسم هلاک شدگان هنوز نشر نشده است. تفصیلات دیگر صدمه معلوم نیست. این هم معلوم نیست که این سه شهروند تاجیک ساعت 6 در آن صبح بروقت کجا می رفتند. پلیس گفته است که راننده ماشین با صورت بلند حرکت می کرد. ماشین با یک شرکت کارشیرینگ تعلق داشته است و راننده تاجیک آن را به اجاره گرفته بوده است. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کاری تاجیکستان برای تأمین روزگار عائله‌های خود به روسیه به مردکاری می روند. هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون به زندگی پدرود می گویند. صدمه های نقلیاتی در برابر فلاکت ها در جای کار یک علت اساسی مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود.